در کشور ما بعضی از بخش‌های کشور به جهش یکی از اونها همین مجموعه کار ورزشی امسال جوانای ماست. در کشتی، در والیبال، در بعضی از رشته‌های دیگر ورزشی توانستند خودشون رو به دنیا نشان ما این حالت رو نداشتیم، ما این توانایی ها رو نداشتیم. شاید اونچه که امسال در احترام میکنه به پرچم، به مربیاش، به مردم عزیز ایران، این سجده‌ای که میکنن، این دعایی که میکنه ورزشکار ما بعد از پیروزی، این خیلی با ارزش، این نماد ملت ایران،